بابا کی سکار بابا کی اخماشو ببین مظلوم شدی. یه ساعت پیش آسی کرده بودی همه رو بودن تو اتاق زندانیت کردم باز. بس که همه رو اذیت میکنی. گردو رو آسی کردی، بنداق رو آسی کردی، مامان رو آسی کردی، پاپسی رو آسی کردی، همه رو آسی کردی. این قنبله مال کیه؟ کرکدو این قنبله مال کیه؟ عشق قنبله عشق قنبله عشق قنبله عشق قنبله. آخ آخ شیر خانوم خسته شدی؟ خسته شدی؟ خسته نباشی. تو مگه خانوم نیستی؟ چرا سیبیلات از سیبیلای چنگیز بزرگتره؟ روغن سیبیل بگیرم برات. آره خانومی روغن سیبیل بگیرم واسه جزو جهیزیت باشه روغن سیبیل. این قنبله مال کیه؟